فقط 2 صنعت مشتریان خود را کاربر می‌نامند: داروهای غیرمجاز و نرم افزار. ادوارد تافت. تا حالا فکر کردین چرا این همه خدمات و اطلاعات مثل فیسبوک و توییتر و اینستا، حتی خود گوگل به صورت رایگان در اختیار ما قرار میگیرن؟ اینقدر خیرخواه بودنشون یه مقدار مشکوک نیست؟ تازه در عین رایگان بودن خدماتشون، شرکت‌هایی مثل گوگل و فیسبوک جزو ثروتمندترین شرکت‌های تاریخ بشریت هستند. کارمندهای خیلی کمی هم نسبت به وسعت و تاثیرگذاریشون دارن و بیشتر متکی به ابررایانه‌هایی هستند که براشون در لحظه پول در میاره. اما چطوری؟ چی شد که اینقدر پول شدن؟ شاید جواب بدین به کمک تبلیغات که درسته ولی ناقصه. جواب درست‌تر اینه که مشتری های این کمپانی ها تبلیغ دهندگان هستن، ولی کالایی که به فروش میرسه من و شما یه یوزر یا کاربر هستیم، یا دقیق‌تر بگم اونا توجه من و شما رو میفروشن. یه جمله معروف داریم که میگه اگر بابت محصولی پولی پرداخت نمی‌کنی پس خودتو محصولی. همونطوری که اشاره کردم توجه من و شما کالا و محصول این بازاره و اونا برای جلب توجه ما هر عملی که توی اینترنت انجام میدیم رو ردگیری و آنالیز میکنن. اونا دقیقاً میدونن که چه مدت و چه زمانی به عکس های اینستاگراممون نگاه میکنیم، کدوما رو لایک میکنیم و حتی کدوما واسمون جذاب نیستن و همه اینا رو به کمک ابررایانه هایی که دارن رصد و ثبت میکنن. اونا میدونن کی تنهای افسرده میشیم و حتی زمانی که به عکس های رابطه قبلیمون نگاه میکنیم متوجه میشن. میدونن آخر شبا چی نگاه میکنیم، میدونن درونگرا یا برونگرا هستیم و یا چه نوع شخصیت و اختلال روانی داریم. در واقع بیشتر از هر زمانی در تاریخ بشریت درباره ما اطلاعات دارند و این بی سابقه است. همه این کارها رو هم با سیستم‌های نظارتی فاقد انسان انجام میدن و هر روز پیش‌بینی‌های بهتر و بهتر و بهتری از اون کاری که می‌خوایم انجام بدیم و ماهیتمون میدن. حتی در بعضی موارد ما رو بهتر از خودمون میشناسن. حالا این همه داده‌ای که از ما دارن به چه دردشون میخوره؟ یه باور عمومی وجود داره که داده‌های من و شما به فروش میرسه، که البته کاملا اشتباهه. منفعت کمپانیایی مثل فیسبوک در واگذاری داده‌ها به دیگری نیست، بلکه با کمک این داده‌ها مدل‌هایی برای پیش‌بینی اقدامات بعدی ما می‌سازن و همیشه اونی که بهترین مدل رو از ما می‌سازه برنده است. مثلا فکر کنید یک آواتار از هر کدوم از ماها دارن و همه یک کلیک هایی که کردیم، ویدیوهایی که دیدیم و کلماتی که جستجو کردیم رو دسته‌بندی میکنن تا مدل بهتری از ما داشته باشن. اونا حتی میدونن کجاها میریم و با چه کسایی بیشتر تعامل برقرار میکنیم، کدوم فیلم ها ما رو میخکوب میکنن و نوع احساساتی که ما رو فرا میگیری رو پیش بینی میکنن و این خودش نشون میده که اونا چقدر درباره ما میتونن اطلاعات داشته باشن. اکثر این شرکت‌های فناوری دنبال رسیدن به 3 هدف اصلی هستند. 1. میخوان استفاده کنید و به مرور صفحه ها ادامه بدید. 2. هدف رشد، میخوان برگردید دوستانتون هم دعوت کنید تا اونا هم دوستان بیشتری رو دعوت کنن. و 3. هدف تبلیغات، اونا میخوان مطمئن بشن حین وقوع همه این موارد تا جای ممکن از تبلیغات پول در بیارن و همه اینا به کمک الگوریتم انجام میشه. کار اونا هم فهمیدن اینه که برای افزایش این اعداد باید چه چیزی رو به شما نشون بدن. آرتور کلارک میگه یک فناوری پیشرفته با جادو تفاوت چندانی ندارد. داخل اینستاگرام میریم، صفحه گوشیمون رو رفرش میکنیم و میبینیم یک عالم ویدیو جدید برامون بارگذاری شده و هر بار این کارو تکرار میکنیم یک عالم ویدیو جدید نصیبمون میشه که البته از قبل ایده‌ای نداریم قراره چی رو ببینیم یا اصلا اون چیزی که توی ذهنمون بود و میخواستیم ببینیم رو میبینیم در آخر یا نه، و همین باعث یک عادت ناخودآگاه در ذهنمون میشه. در واقع میشه گفت اونا ما رو برنامه نویسی و پروگرام کردن. پس هر بار چراغ گوشیمون روشن میشه و متوجه میشیم که نوتیفیکیشن اومده، گوشیمون رو چک میکنیم تا شاید یه چیز جدیدی گیرمون بیاد و هر بار این کارو تکرار میکنیم تا ببینیم چیز جدیدی گیرمون میاد یا نه. و این اصلا تصادفی نیست، بلکه یک روشیه که از قبل طراحی شده تا ما رو گیر بندازه و اصطلاحاً میشه گفت اونا به منظور رشد و درآمدزایی بیشتر خودشون ما رو هک روانشناختی کردن. البته این شرطی سازی‌ها به همین سادگی‌ای هم که خدمتتون
خدمتتون عرض کردم نیست. شرکت‌هایی مثل فیسبوک و گوگل تعداد زیادی آزمایش رو به صورت دائم روی کاربران خودشون انجام میدن و این آزمایش‌ها به تدریج بهترین روش برای وادار کردن من و شما کاربر برای انجام کار مورد نظر این کمپانی‌ها رو بهشون نشون میده. در واقع هممون موشای آزمایشگاهی این کمپانی‌ها هستیم. تازه نه از اون موشایی که به درد پیدا کردن درمان سرطان میخورن و برای انسان مفیدن. اصلا از این خبرا نیست. بلکه این آزمایش‌ها صرفاً به منظور سود رسوندن بیشتر به این کمپانی هاست. در واقع میشه گفت ما زامبیایی هستیم که اونا فقط میخوان تبلیغات بیشتری نگاه کنیم تا پول بیشتری در بیارن و برای رسیدن به این مقصودشون هم هر عملی که بگیم روی ما انجام میدن. پس از امروز به بعد هر بار گوشیتون رو چک کردین، هر بار به خودتون اومدین و دیدین ساعت‌ها توی اینستاگرام وقت سپری کردین، به یاد بیارین که فقط قرار بوده یه ایمیل چک کنید ولی یهویی کلی وقت از دست دادین. بعدش یاد حرفای این ویدیو بیافتین و خودتون رو کنترل کنید و نذارید مورد سوء استفاده کمپانیایی قرار بگیرید که فقط به سود خودشون فکر میکنن و سلامت روان من و شما چیزی براشون ارزش نداره. البته هنوز کلی حرف مهم مونده که براتون در مورد این قضیه بزنیم. فقط کافیه لایک های این ویدیو رو به 100 تا برسونید و این ویدیو رو برای کسی که سلامت روانش براتون مهمه ارسال کنید. ما هم قول میدیم اپیزود دوم این بحث رو سریعا آماده کنیم و در اختیارتون قرار بدیم. حرف دیگه ای ندارم. فعلا خداحافظ شما.